جعفر حس کرد یه چیزی زیر پیرنش داره وول میخوره. اون ترسید و سعی کرد درش بیاره، اما یهو یه عنکبوت با اسکین اسپایدرمن صورتشو نیش زد. حتما فکر کردی جعفر قراره تبدیل به مرد عنکبوتی بشه، اما این عنکبوت دعیوس سمی بود و جعفر رو فرستاد تو کما. دوستش معین حاضر بود واسه نجات جعفر از جونش که هیچی، از کونش هم بگذره. واسه همین رفت پیش صاحب عنکبوت و ازش خواست پادزهر رو بهش بده. مرد گفت من یه خوناشامم و فقط به شرطی بهت کمک میکنم که تو هم تبدیل بشی به خدمتکارم. معینم قبول کرد و بعد از اینکه یکم خون بازی کردن، مرد پادزهر رو به جعفر رسون. روز بعد معین رفت مدرسه و دید جعفر صحیح و سالمه. معین هیجان زده شد و تخت سیاه و جر داد که علاوه بر پشمای کلاس، پشمای خودش هم ریخت. بعدن وقتی برگشت خونه، ویار گوشت خام کرد و یه تیکه استیک زد تو رگ. صحبت از رگ شد. آقا تو این فیلمای خوناشامی رگ گردن رو یه جوری خوشمزه نشون میدن که منم هوس میکنم گازش بگیرم. خلاصه معین دید اگه پیش خانواده‌اش بمونه حتما همشونو میکشه. واسه همین اجازه داد که مرده اونو تبدیل به خوناشام کنه.